سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید و آماده باشید برای بافت این مدل زیبا. من 30 دونه سر انداختم و یک رج هم از رو بافتم که رجی که میخوام کارم رو شروع کنم از زیر میفته. شما میتونید بعد از کار کش بافتون مدل رو شروع بکنید، یا میتونید بدون کش باف ببافید، یا میتونید رکن ببافید، فرقی نداره، هر جور که سلیقه خودتون هست. خب کارمون رو شروع میکنیم. من دونه اول رو در میارم. ببینید دونه اول رو در میارم. این دو دونه رو از کنارشون یه نخ میگیرم روی این میل سمت راستم نگه میدارم. بعد میام این دوتا رو که از کنارشون نخ رو رد کردم یکی میکنم. از زیر این دو دونه رو با هم یکی میکنم. ببینید به این صورت. میرم سراغ بعدی. ببینید بعدی رو هم به همین صورت میگیرم، از کنار این دو تا دونه یه نخ میگیرم میارم به این صورت. ببینید دوستان سعی کنید از این میلای استیل نگیرید، چون کار رو سخت میکنن، چون نخ از روشون مرتب ریز میخوره و کارتون کمی سخت میشه. خب ببینید به این صورت تا آخر رج من همین کار رو تکرار میکنم. خب من این چند دونه آخر رو هم بهتون نشون میدم. ببینید به این صورت. اینم دوتایی که با هم دیگه باید خور کنیم. این دوتا به این صورت. اینم دوتای آخرم. و این هم دونه حاشیه. خب حالا میرم برای رج بعد. میام یک دونه از زیر یک دونه از رو میبافم. یک دونه از زیر یک دونه از رو. دونه اولمون که حاشیه است که درش میاریم. این دوتا یک دونه از زیر یک دونه از رو، یک دونه از زیر یک دونه از رو تا آخر رنج. خب اینم دونه آخرم که میفته از زیر و میبافمش. حالا کارم رو برمیگردم. خب ببینید دوستان، الان من باید دونه اول رو خارج کنم، بذارم رو میلم. دونه زیر رو نمی بافم. ببینید نخم روی کاره، نگاه کنید نخ من روی کار هست. دونه رو می بافم. ببینید دونه زیر رو در میارم، دونه روی رو می بافم. دونه زیر رو در میارم، دونه رو می بافم. به همین شکل و نخم باید رو باشه. دونه زیر رو در میارم، دونه رو می بافم. به همین سادگی. دونه زیر رو در میارم، دونه رو میبافم. نخم باید روی کار باشه. ببینید به این صورت. دونه زیر رو نبافته در میارم، دونه رو میبافم تا آخر رنج. خب اینم سه دونه آخر. دونه زیر رو در میارم، دونه رو میبافم و دونه آخر میفته از زیر. حالا کارم رو برمیگردونم. ببینید دوستان این کار خیلی زیبا هست. شما هم میتونید از قسمت پشت کار استفاده کنید، هم قسمت روی کارش فرقی نداره، هر دو قسمتش خیلی زیبا هست. حالا به این صورت میایم چی کار میکنیم؟ دونه اول رو من در میارم، بعد میام این دونه اولی میفته از زیر، از زیر، از رو، از زیر، از رو. هر کدوم که از زیر هست از زیر میبافم
هر کدوم که از رو هست از رو میبافم. ببینید به این صورت. این مدل هرچی بزرگتر بشه زیباتر میشه و بیشتر خودش رو نشون میده. ببینید به این صورت. ببینید از زیر و از رو. ببینید به این صورت. حالا برای رج بعد کارمون رو تکرار میکنیم. بین رج اول که یه نخ میگرفتیم از کنار 2 تا دونه در می آوردیم زیر و رو، زیر و رو. خیلی آسونه این مدل. خب ببینید دوستان تا الان مدل ما به این شکل در اومده. این هم سمت دیگه مدلمون هست که باز هم زیبا هست. خب حالا میام شروع کنم مثل رج اول. دونه اولم رو در میارم، از کنار 2 تا دونه یه دونه در میارم، 2 تا رو با هم دیگه یکی میکنم به این صورت. از کنار این 2 تا مدل بعد با هم دیگه یکی میکنم. ببینید این قسمت اول یعنی رج اولمون که به همین صورت هستش. این مدل تا آخر به همین صورت تکرار میشه. امیدوارم که یاد گرفته باشید، خوشتون اومده باشه. لطفا لایک و کامنت برای من فراموش نشه. پیشنهاد بدید چی ببافیم و کامنت بذارید برای من. اگه اشکال داشتید یا سوال داشتید من حتما جواب میدم. اگه تا الان هم کانال من عضو نشدید لطفا عضو بشید و زنگوله رو بزنید. ممنونم از وقتی که گذاشتید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.